خوش اومدید به اولین ویدیوی من و همینطور میبینید رونالدو و چند تا بقیه آدم رو جمع کرده مستر بیست و میخواد هر کس این جایزه رو ببره 1,000,000 تومان بهش میده. خب بچه ها بدون معطلی بریم سر وقت این ویدیو. این سابسکرایبر بتونه رونالدو رو توی مسابقه تک به تک شکست بده، این $1,000,000 مال اون میشه. تو این ویدیو شما قراره ببینید که بزرگترین، قوی ترین و سریع ترین ورزشکارای دنیا با آدمای معمولی رقابت میکنن. بریم با تام بردی شروع کنیم. حاضری رقیب تو ببینیم؟ ما اینجا یه بازیکن فوتبال آمریکایی دبیرستانی به نام جیک رو داریم. بچه ها جیک بزرگترین پرتاب کننده آمریکایی که اومده با این رقابت بکنه. بریم با هم دیگه ببینیمش. نوبتی توپا رو به سمت این بازیکن‌ها پرت کنید و اولین کسی که همه رو بهتره کنه این 100,000 تا رو میبره. و از اونجایی که تام 7 تا مقام قهرمانی سوپربول داره، خب مسلماً بازیکن‌های اون بچه 7 تا جام داره، 7 تا قهرمانی، خیلی کمی نیست داره. کم کوچیک‌تره. جیک مسلماً تو باید شروع کنی چون تو 7 تا مقام قهرمانی نداری. خب برو سراغ اولین رقابت تک به تک شروع میشه. تازه اولش تام انگار نوبت توه. خیلی خوب بزنم. دومی اینم که خیلی سریع اتفاق بازیکنه که افتاد. بعدی تو فاصله 18 متری. وای خدا جون، هر دوتاشو زد. باورم نمیشه. تامون رقیب تقا تشویقش نکن. شگفت زده شدم. 18 متر که البته برای تام شک دارم چیز خاصی باشه. حالا شد. 10 متر بچه ها، کی میتونه اینو بزنه؟ برای 1,000,000 تومان جونشم میده. واقعا هدف نزد. تقصیر بارون بود. ببینم تو زنگ زدی بارون بیاد. نه ولی من گفتم همکلاسیای دبیرستان جیک بیان تا تشویقش کنن. جا هم کلاسیاش همشو اومدن برای این بازی تماشاش. چه استرسی داره بدبخت. برو جیک برو. وای ای تلاش خوبی تام بود. امیدوارم این دفعه دیگه خطا نزنیم. امیدوارم. برو تو کارش. باریکلا. خب حالا مساوی شدن. یکی میخوره مطمئنم یکی میخوره. چه جای زد دیدید؟ خیلی بدبخت استرس داره. بریم ببینیم. پرتاب خوبی یه بود ذره جیک. مونده پرتاب بود. خوبی بود. تام ببینم تو چه میکنی. وای اینم زد. جیک دلش باید همه تلاشتو بکنی یکی دیگه بزنه تمومه. اون وقت این 100,000 تا به جای تو میره واسه خیریه. شما میگی جک میتونه؟ اینم زد. صبر کنید هنوز تموم نشده نوبت تا. به نظرتون کدوم 1,000,000 برنده میشه؟ 1,000,000 کل توایفش هم بسه. پرتاب 50 متری. صفات خیلی زیاده جیمی. بابا اینا خیلی بیادبن. راستشو بخواین فکر میکردم این چالش واسه بردی بزرگترین کوارتربک دنیا مثل آب خوردن باشه، ولی خدای این پرتاب 50 متری واسه هر آدمی یه چالش. مهم نیست چقدر حرفه‌ای باشه. وای جیک پرتاب خوبی قرار بود. نیست با وجود این داداشمون زیاد خوش شانس بمونیم. میدونم. بزن نجاتش بده. تام داره نزدیک و نزدیکتر میشه. سر این مهمترین لحظه زندگیت اگه توپو بندازی هم 100,000 تا رو بردی هم تام بردی و جلوی 200,000,000 نفر آدم شکست دادی. یالا جیک. از پس بچه حساس ترین ویدیو این. خب بچه ها چنل منو حتما سابسکرایب کنید و زنگوله کنارشم حتما بزنید که بهتون میگم برای چی. خب بریم ببینیم بقیه‌شو. برون یای. خب بچه ها این سابسکرایبر بتونه رونالدو رو توی برای این که ببینید و از دستش ندید تا یک ویدیو دیگه. خدا نگهدار.